السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من رامی هستم از ایران اهواز. با سپاس و تشکر بسیار از شما دستاندرکار عزیز که زحمت میکشید و این مردم را از شرک و گمراهی نجات میدهید. خیلی خیلی متشکرم. من بعد از 2 سال تحقیق و خواندن کتاب ها و تمامی نقطه هایی که شما میگویید و شبکه های امثال ولایت میگویند را یکی به یکی بررسی کردم و پی بردم که من سر زلالتی بیش نبودم که غیر از الله را میخواندیم و برای غیر از الله ذبح میکردیم. و پیام من به برادران عزیز من در ایران و افغانستان: گول این آخوندها را نخورند. به خدا اونا فقط برای خمس و متعه شما را برای قبرستان ها میکشند و امامزاده ها را به جای الله به آنها مثلا به دادتان میرسند یا مریضتان را شفا میدهند. اینا همش دروغی بیش نیست. اگر شما رفتی به امامزاده بدان و خوب شدی، خدا خواست خوب بشوی، و اگر هم نمی رفتی باز هم خوب می شدی، ولی شما صبر نکردی و به خدای خودت ایمان نداری. شما شریکی برای خودت گذاشتی ولی خبر نداری. اینا از احساسات پاک شما استفاده کردند، این آخوندا، و شماها رو به گمراهی و غرب پرستی کشیدن و شما خبر ندارید. شما به قرآن بگردید، کتاب الهی، و بدانید هر جا که گفته یا ایها المؤمنین بدونید شما هستید، نه غیر دیگر، نه از مردمی که در ستاره ها باشند. شمایید. مؤمنین یعنی خودمان، چون کتاب الهی یعنی قرآن برای هر زمان و هر مکانی هست، نه فقط مختص اهل بیت هست، نه فقط مختص صحابه است، مختص ما هم هست. مؤمنین یعنی ما، مشرکین یعنی مشرکین، یا ایها الناس یعنی همه مردم. بدان من از شما خیلی متشکرم که فرصت رو به من دادید و امیدوارم که تا روزی که ببینم همه ایران موحد شده است شما پایدار بمانید. و پیام من به قضیه این است که اگر می‌خواهید شبکه وصال را خاموش کنید و نخواهید کرد، نمی‌توانید، بدانید دیگر ما بیدار شده ایم. حتی اگر به فرض محال شبکه‌های توحیدی خاموش شدن، نمی‌توانید، چون ما دانستیم دیگر ما پیام ها را به مردم میرسانیم و از هیچ کس هم هراس نداریم. با امید توفیق، خدایار و نگهدار شما. جزاک الله خیر. تشکر میکنم از رامی برادر عزیزمون از اهواز.